3 تا از غذاهای عجیب ژاپنی. اولی یکی از سخت‌ترین غذاها برای قورت دادن تو دنیاست. اسمش ماهی رقصانه که زنده زنده تو کاسه سرو میشه. ژاپنیا این ماهی ها رو وقتی که هنوز حرکت میکنن میخورن و قبل از خوردنم بهش روغن کنجد و زرد تخم مرغ میزنن. لامصبا این الان بره تو بدن اینور اونور میره که چجوری این کارو میکنی؟ بعدی زبون گاوه. لایه بیرونی اونو بر میدارن و به قطعات نازک برش میدن. بعد اونا رو گریل میکنن. این یکی از خوشمزه ترین غذاهای ژاپنه، طوری که اونو خام خام هم میخورن. بعدی قهوه های سردیه به اسم نیشیمورا که با یخ نمیخورن، توی یخ میخورن. قهوه رو روی بلوک یخی میریزن و بدون اینکه آب بشه و طعم قهوه رو عوض کنه اونو تا لحظه آخر خنک نگه میداره.